کویز درباره ادبیات. آیا شما یکی از 5% باهوشترین افراد جهان هستید؟ هیچ کس نمیتواند به سوال پنجم پاسخ دهد. نویسنده کتاب دان کیشوت کیست؟ میگل سروانتس. چه کسی شاهنامه را نوشته است؟ فردوسی. جنگ و صلح اثر کدام نویسنده است؟ تولستوی. این ویدیو را برای 3 نفر بفرستید تا از چشم بد محافظت شوند. چه کسی کتاب بینوایان را نوشته است؟ ویکتور هوگو. نویسنده رمان 100 سال تنهایی کیست؟ گابریل گارسیا مارکز. به چند سوال پاسخ صحیح دادید. این ویدیو را